بوتان کشوری هست که به راحتی می توانند چند ازدواج داشته باشند. مثلا یک آقا می تواند در یک زمان 3 یا 4 همسر برای خودش اختیار کنه. کشور بوتان جز کشورهای شاد و پر انرژی دنیا محسوب می شود. یکی از دلایل شاد بودن این کشور چند همسری بودنشون هست و چند دلیل دیگه هم داره که تا آخر ویدیو خدمتتون عرض می کنم. چرا بوتان کشور چند همسری است؟ چون ازدواج با افراد خارج از کشور ممنوع می باشد و جمعیت خانم ها بیشتر از آقایون است. بوتان کشوری هست که بین کوهستان‌های هیمالیا که بسیار سرسبز و باصفا است قرار گرفته است. موقعیت مکانی بوتان در آسیای جنوبی همسایه کشور چین و هند می باشد. درآمد اقتصادی این کشور از کشاورزی و دامپروری است و از نظر اقتصادی صادرات زعفران، برنج و چوب را هم دارند. ممنون میشم ویدیوی ما رو تا به اینجا لایک و سابسکرایب کنید و در ادامه با من همراه باشید. 7 قانون اصلی کشور بوتان. 1. فقط 8 خلبان مجاز به پرواز در فرودگاه بوتان هستند. به علت کوهستانی بودن این کشور فرود آمدن و پرواز کردن بسیار سخت است و فقط خلبان هایی که در کارشان مهارت زیادی دارند اجازه پرواز دارند. 2. سیگار کشیدن ممنوع است و اگر در مناطق ممنوع سیگار بکشند یکی از جریمه هاش زندانی رفتن هست. 3. پلاستیک ممنوع. از دهه 1999 پلاستیک به صورت قانونی ممنوع شد. 4. شهر تیمپو تنها پایتختی هست که هیچ چراغ راهنمایی ندارد. 5. بوتان تنها کشوری هست که اکسیژن هوا بسیار زیاد هست و کربن هوا بسیار کم و منفی می باشد و فقط به دلیل درختان جنگلی است که 60% این کشور درختان جنگلی تشکیل شده. 6. خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان است. 7. پوشش مردمان این کشور لباسهای آستین بلند و دامن و شلوار می باشد. اگر تا به اینجای ویدیو براتون جالب بوده با من همراه باشید که در آخر ویدیو شگفت براتون میکنم. غذاهای اصلی کشور بوتان: برنج و برنج سرخ به همراه سبزیجات فصلی با گوشت و ماهی و فلفل بسیار زیاد. هیچ فقیر یا بیخانمانی در این کشور وجود ندارد. اگر کسی خانه‌ای نداشته باشد و به نزد پادشاه برود و از او درخواست زمینی بکند، پادشاه سریع به او زمینی می‌دهد تا برای خود خانه‌ای بسازد و در آن سبزی کاری کند تا برای خود منبع اقتصادی داشته باشد. تا سال 1999 تلویزیون و اینترنت در این کشور ممنوع بود و بوتان آخرین کشوری هست که تلویزیون دار شد. حالا می‌خوایم بریم سراغ چند نکته آخری که بهتون قول داده بودم. گفته بودم که کشور بوتان جز کشورهای شاد و پر انرژی دنیا محسوب میشه که یکی از دلایل اصلی شادی این کشور چند همسری بودنشون هست و دلایل بعدی رو الان خدمتتون عرض میکنم. یک جشنی دارن به نام جشن‌های باستانی این کشور که به اون وزارت شادی هم گفته میشه که در این جشن‌ها بسیار بزن و به رقص دارن و پر انرژی هستند و دلیل بعدی شاد بودنشون سبزیجات فصلی هست و بیشتر گیاهخوار هستند و از گوشت کمتر استفاده می‌کنند و دلیل آخر شاد بودن این کشور علاقه نداشتن مردمان این کشور به اینترنت و تلویزیون هست که بیشتر دوست دارن دور هم باشن و در طبیعت سیر کنن. ممنون میشم که نظرتون رو برام کامنت کنید. در ویدیوهای بعدی هم به کشورهای عجیب با آداب و سنت‌های قدیمی ولی متحد میپردازیم. کشورهایی هستند که حتی شاید شما اسم اون کشورها رو هم نشنیده باشین ولی اون آداب و سنت‌های عجیب میتونه براتون جالب باشه. ممنون میشم که با کانال من همراه باشین و من رو سابسکرایب کنید.